میخوای سی پی یو دستگاهی رو ریوال کنی، نیاز هستش که یه سری جریان کشی‌ها رو بدونی. هر قطعه مجزا یه میزان مصرفی داره، یعنی یه آمپر میکشه. وقتی وصل می‌کنی به منبع، اون آمپر نشون دهنده سلامت قطعه است، یعنی اینکه قطعه رو درست خوابوندی یا نخوابوندی، یعنی اینکه ریوالت اوکی بوده یا نبوده، شابلونت اوکی بوده یا نبوده. تغذیه دستگاه و آی سی شارژ دستگاه کارشون چیه؟ این که تامین کننده ولتاژ اصلی برای مدار، یعنی چی؟ تغذیه پی ام یو میاد تقسیم ولتاژ انجام میده، ولتاژ رو پخش میکنه برای هارد، برای سی پی یو، برای رم، برای بخشای دیگه. آی سی شارژ میاد مدیریت میکنه. حالا تغذیه آی سی شارژ رو مدار باشه، وقتی هارد و سی پی یو رو مدار نباشه، یه جریان کشی بین 10 تا 20 تا رو با منبع میگیری. این نشون دهنده اینه که اوکی. زمانی که سی پی یو تنها رو بخوابونی، جریان کشی بین 50 تا 70 تا رو باید بگیری. این نشون میده که سی پی یو درست خواب. زمانی که هارد دستگاه رو بخوابونی، چون یک قطعه به اون قطعه اضافه شد، جریان کشی طبیعتاً مصرفش میره بالا دیگه، یعنی یه آمپر بیشتری باید بکشه که دستگاه روشن شه. خب یه هارد اضافه شده، یه قطعه تو کفه ترازو افتاده، بس وزنش بیشتر میشه، پس میشه 150 تا 170 تا. این 150 تا 170 نشون دهنده اینه که هم سی پی یو درست نشسته، هم هارد درست نشسته. خب الان دیگه چی میمونه رو دستگاه؟ رم دستگاه. زمانی که رمو بخوابونی، دستگاه باید استارت بگیره، یعنی روند استارتش باید نرم باشه. 20 تا 40 تا 70 تا 180 تا 200 تا 250 تا 300 تا 500 تا 1 آمپر دستگاه روشن میشه.